سلام دوستای عزیز، به اولین ویدیوی یوتیوب ما، چنل یوتیوب ما که به نام عمران برای پال است خوش آمدین. خواستم کوتاه خودم معرفی کنم که آشنا شویم. من عمران هستم. من هم تصمیم گرفتم که یک یوتیوب چنل جور کنیم و به شما دوستای عزیز جاهای بسیار مقبول، الماسای پنهان شهر استانبول براتون معرفی کنیم، چون بعضی تقاضاها بود از دوستای عزیز که گفتن ما میخوایم بفهمیم که وقتی که ما استانبول میاییم کجا را باید ببینیم، کجا بریم، چون هر کس که میاد کم وقتشان هم کم میباشه و میخواین که از اون وقت کم خود بهترین استفاده کنن و دمی چینل ما دقیق امو کار میکنیم و بهترین جایی که در استانبول است، امو الماسای پنهانه که در استانبول است، سوره یک جا میریم میبینیم و تجربه میکنیم. در کانال ما چی خواد دیدین؟ اولین کاری که میکنیم شهر استانبول بهترین جایش براتون نشان میتم و تجربه میکنیم که چی دارن، چی استانبول کدام جایش ارزش دیدن است و باید بریم ببینیم و همچنان با من آشنا میشین که من چی کار میکنم و بعض وقتا ولاگای از زندگی روزانه می باشه در کجا کار میکنم. اگر این چیزا خوشتان میاد، اگر میخواین که در استانبول جای دیدنی رو ببینین و میخواین که با من بیشتر آشنا شوید، یوتیوب چنل ما را سابسکرایب کنین و به حمایت بیشترم لایک و کامنت یادتان نره. میریم به زیتون برنو. گل موشکا یا مینی بساج میگن اینی هسته. چقدر کالای مقبول. اینم با باشین که دوستا رو نشون مردم اروپا سگ وارست. مختلف است. اینا خانم‌های است که اینجا جور میشه به دیزاین‌های افغانی است. 4500 تا 7500 لیره است. دوستای عزیز بسیار یک جای خوب جور کردن وطن ما. همه چیز است. توشک‌های افغانی، قالینا رو خونه دیدین. چقدر مقبول. سوال میکنیم درباره زیتون برنو، درباره زندگی اینجا، درباره شرایط افغانی ما. دیگه این دوستای ما اینجا هست. سندمی زیتون برنو است. مثلا حافظ محمدی ما آمده بود که دوستای افغان ما گفتن که یک سلمانی است از یک دختر خانم افغانه. که زیتون برنو یک جای میشه، معنی این میشه که یک محله، یک منطقه پالوی او که یک وقت زیتون داشت، باغ‌های زیتون، درختای زیتون. خواندن خوب خواندن چجور خوش داری؟ ساعت بلندش طرف من نام بخور تو سر تو غلط از طرف من آمد خرابات پیدا کردید. موتر توگ نمایندگیش اولین کمپانی موتر ترکیه است که موترهای برقی ترکیه را صادر میکنه. دیگه این کلای ما خود گرفتیم. ما در یک جایی که بسیار مقبول آمدیم که موزیم وارس. خط آمدی؟ برلند بونش خط هستی نمی میریم با رستوران کباب تکه اونجا دو پیازه دیگه سوپ ما را خلاص کردیم. سوپ رستوران شما برنده شد، یعنی دوست ما دیگه جای میبرد. میریم آستای سرگه که دوستای دیگه ما خداحافظی میکنیم. بگم که تقریبا این 40 سال از 45 سال است که افغانای ما آمدن در زیتون برنو زندگی میکنن. کجا است؟ اینجا است. اینجا از عدلیه به نام عدلیه میدان میگن. در هر جشن، در هر چیز اون قسمت شروع میشه. بخصوص به افغانای ما که از اروپا میان، کسایی که دق میارن در اینجا در استانبول، بهترین جایشان زیتون برنو است. نان بگوین است، دکان اگه بگوین، لباس فروشی، میوه خوش فروشی. استانبول شهر است که وقت نخستین قدم را میگذارین آدم را به شور و زندگیش در خود جذب میکنه. شهری که مثل یک پل زنده شرق و غرب دنیا را به هم پیوند داده و از هر گوشه‌اش صدای تاریخ، فرهنگ و زیبایی شنیده می شود. اینجا فقط یک شهر نیست، دنیایی است که از سلیمانیه‌اش بوی تاریخ، از کوچه های استقلال شور زندگی و از کنارهای بوسفورس نسیم میوزه که
روح آرامش پیدا می کند. هر محله استانبول داستان خودش را داره. سلطان احمد با مسجد آبی و آیا صوفیایش قلب تپنده تاریخ این شهر است. جایی که 1000 سال تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در کنار هم زیستند. همان جایی که سنگفرش‌هایش قدم‌های امپراتورها و میلیون‌ها مسافر را بر خود حس کرده است. کمی که پیش میریم به گلتا میرسیم، جایی که برج گلتا مثل یک نگهبان قدیمی ایستاده است. وقتی از بالای آن به شهر نگاه میکنیم، استانبول مثل یک نقاشی معلوم میشه. از یک سو کاخ دلمباشه، از سوی دیگر تنگی بوسفورس و کشتی‌هایی که آرام به آب حرکت میکند. استانبول تنها تاریخ نیست، زندگی مدرن و شب‌های روشنش نیز مشهور است. محله‌هایی چون بشکتاش، کاداکوی، نشانتاشه و اسکودار از کافه ها، رستوران ها و کوچه هایی که همیشه پر جمع و جوش و زنده‌اند پر است. البته بازار کپل چارشه یا گرند بازار یکی از بزرگترین بازارهای سرپوشیده جهان است و هر قدم زدن در آن مثل سفر به گذشته است. و شاید زیباترین بخش استانبول خود تنگی بوسفورس باشد، جایی که اروپا و آسیا روبروی هم قرار گرفتند و آب مثل خط میان دو دنیا جریان دارد. اگر یک بار غروب آفتاب را از بوسفورس تماشا کنین، درک میکنین که چرا این شهر برای میلیون ها نفر تبدیل به عشق واقعی شده. استانبول شهر است که هر کس در آن به خود یک چیز پیدا میکنند. تاریخ برای دوستداران گذشته، ساحل و طبیعت برای اهل آرامش و مراکز خرید برای علاقمندان مود و فرهنگ‌های مختلف. حالا که یک نگاه کلی به استانبول داشتیم، میریم به طرف محله مهم و محبوب این شهر، زیتونبورنو. محله که چی به زندگی باشه، چی به کار، جایگاه ویژه داره و امروز قرار است که از نزدیک با هم تماشا کنیم. هموطنان عزیز، بسیار یک روز هفته‌ای است. یک کمک شمالی مثل همیشه، ولی هوا بسیار خوب است. هموطنان عزیز، ما رسیدیم به ایستگاهی که باید تا می‌شدیم. نام ایستگاه ما زیتونبورنو، نام خود ایستگاه هم. خب بهترین راهی که میتونیم به زیتونبورنو بریم همین مسیر مترو بس است که از ایستگاه بیلیکدوزو بالا میشیم و در ایستگاه زیتونبورنو پایین میشیم. بعد از او هم 15 دقیقه یک مسیر کوتاه همراه مینیبوس میریم به مرکز منطقه زیتونبورنو. خب هموطنان عزیز، ما به مرکز زیتونبورنو رسیدیم، ولی باید اینجا من شنیدم معلومات کردم اینجا یک ساحل هم هست، ساحل زیتونبورنو که زیاد و هموطنان رو میباشن، یعنی بیر بارک اونجا زیاد است. می فرصت من براتون یکم معلومات در قسمت زیتونبورنو بتم. زیتونبورنو یکی از زمان محله‌ای است که وقتی قدم میگذارین حس میکنین تنها نیستین. جای در قلب استانبول که برای هزاران افغان ما تبدیل به خانه دوم شده است. محله‌ای که در هر کوچه و گذر آن چهره‌های آشنا، زبان شیرین پشتو، دری ازبکی ما و لحظه‌های از وطن دیده می شود. اینجا زیتونبورنو است، منطقه‌ای که در بخش اروپایی استانبول قرار دارد و به دلیل نزدیکی به مرکز شهر، ساحل زیبا، دسترسی‌های بسیار آسان و قیمت‌های مناسب سال هاست که محبوب ترین انتخاب بین بسیاری از کسا از کشورهای مختلف به خصوص هموطنان ما شده است. جایی که میتونین تمام غذاهای افغانی خود ما را پیدا کنین، چیزایی که غربت را کم آسانتر میسازند. زیتونبورنو تنها محل زندگی نیست، محل کار هزاران افغان ما همچنان است. خیلی ها در فابریک‌های پوشاک، دوخت و دوز، مارکت‌ها و کارهای آزاد مصروف هستند و همین باعث شده که این منطقه همیشه زنده و پر جمع و جوش و همچنان پر از امید باشد. ساحل زیتونبورنو یکی از زیباترین بخشایش است، جایی که افغانای ما آخر هفته چای دم میکنن، میرن کنار دریا، میشینن، با فامیلای خود وقت سپری میکنن و نگاهی به دور دستا مندازن، شاید به یاد وطن، شاید هم به امید فردا.
هموطنان عزیز، راه ما باز هم ادامه داره. به شارگشتی خود بر آمدیم، میریم طرف مرکز شهر. انشالله کجا چند نفر پیدا کنیم هموطنان را که صحبت کنیم، پرسان کنیم درباره وضعیتشان که چطور از زندگی در اینجا با ما باشه. خب هموطنان عزیز، میریم طرف همون مرکز زیتون برنو. در راستیم بسیار نزدیک است این نمای پارک از بلندی. هموطنان عزیز، ما رسیدیم مرکز زیتون برنو. خدا اینجا معلوم میشه که دکانه افغانی زیاد است. رستوران ها را من 2 دانه رستوران دیدم، یک قالین فروشی را که میریم پیششان. اول 4 طرف بازم باید سعی کنیم که دیگه چی چیزا هست. خب هموطنان عزیز، سلام دوباره. ما آمدیم اینجا، یک هموطن ما را پیدا کردیم که قالین مفروشن و قالین های افغانی ما هست ولی دست بافی نیست، ماشینی هستن که خودشان یکم توضیح میتن. خب قالین ها را ما اول براتون نشان بدم. قالین های بسیار مقبول، نقش و نگار بسیار مقبول. خب سلام دوباره، خوب هستین؟ بخیر، زنده باشین. تشکر. چطور است قیمت های از یا باز؟ قیمت های ما مختلف است. اینا خانه‌ای است که در اینجا جور میشه به دیزاین های افغانی است. بله. قیمت های ما از 4500 تا 7500 لیره است. نظر به تاری که تغییر میکنه. نظر به باز قیمت هاش متفاوت است، تغییر میکنه. نقشه بسیار مقبول است. چی میکنم؟ 4500 لیره، تقریبا 95 یورو 90 لیره است. اما کلا دیزاینایی که اینجا میبینین اینا دستباف گرفته شده است. خب بسیار مقبول، مثل دستبافی ور معلوم میشه. رنگ‌های مختلف. قیمتایشون دیگه از اون 100 یورو تا 1.5 یورو. 100 یورو تا 200 یورو. خوب. این دیزاینایی که کلا دستباف تو از دیزاینای دستباف شده ماشین است. در زیتون برنو چطور است؟ زندگی چطور است؟ افغانای ما میگن که زیاد است. نه زندگی خوب است زیتون برنو. افغانای مثل سال تعدادشان نامحدود است، کم است. زیادشان فاصله دارند نداشتن مشکلات. شما چند سال است که هستین اینجا؟ 10 سال میشه. 10 سال. نمیخواد. میتونم توشکا رو براتون نشون بدم. بریم خیلی توشکا رو ببینیم. خب دوستای عزیز، بسیار یک جای خوب جور کردن وطن ما. همه چیز است. توشکای افغانی، قالینا رو خونه دیدین. این توشکا داره. چقدر مقبول. یا ماشینی هستن؟ ماشینی گفتم ولی نام. چقدر خوب. نمیخواد. رنگ‌های مختلف، دیزاین‌های مختلف داره. بسیار خوب. قیمت‌های زیاد چطور است؟ قیمت‌های از اینا باز خوب است. 2 بالش یک توشک ما 8 لیتر 150 میتیم. بسیار خوب. اگر پر آمده اسفنج است، 2 بالش تا ما پخته پر میکنیم، خود توشک اسفنج پر میکنیم. بله. 18 لیتر است. باز چطور است؟ افغانای ما میای از اروپا میخرستان؟ بله. ما مشتریان خیلی خوب داریم. طرفای آلمان است و بلژیم است و اتریش است، سوئیس است. مشتری سابقه کار داریم، سابقه از پیش ما میگیرن و چی میکنن. خیلی مشتری ها داریم، از پیشان راضی هستیم. باز شما آنلاین هم میفروشین؟ آنلاین سرویس دارین یا نه؟ نه خیر، اگر باز از روی مشتری سابقه ما سبر ما چی میکنن، باز برشون کارگو میکنیم. کارگو میکنیم. مثلا یک سیت مثلا آنلاین از باز نداریم. این دوستا نام دکانتون چی است؟ با نام بلوار حالی. بسیار تشکر. با نام چی میشناسید؟ با نام نخیم‌الله جان. بسیار خوب. بسیار همچنان زنده باشین، بخیر باشین. خب دوستا میریم ادامه میدیم، بخیر میبینیم دیگه چیه پاز دیگه. عزیز، هموطنان عزیز، اینجا چند دوستای ما را پیدا کردیم، افغانای از ما را که اینجا استاد بودن. چند سوال میکنیم درباره زیتون برنو، درباره زندگی اینجا، درباره شرایط افغانای ما. دیگه این دوستای ما اینجا هست. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر. سلام، خوب هستین؟ سلام. چیگه پاس خیرتیست؟ چیگه پاس چطور هستین؟ از این طرف راست دیگه شروع میکنیم. نامکت؟ نامکم سعید بلاله. بلال جان عزیز، چیگه پاس؟ آرام میزنم. چقدر وقت است ترکیه هست؟ 2.5 سال میشه. 2.5 سال. چطور از ترکیه یاد گرفتی یا نه؟ نه چیزی کم میکنم یاد داره. بسیار خوب. نام سلیم است. سلیم جان، شما چقدر وقت است که هستین؟ والا بیادر من خیلی زیاد ترکیه هستم. چند سال؟ تقریبا 8-9 سال میشه. 8-9 سال. باز چطور از یاد گرفتین ترکی نگرفتین؟ ترکیه شکر خدا رو خوب یاد گرفتیم. خوب یاد گرفتین. مادری من ترکمنی است، نه هیچ فرق نداره. نام خدای ند. مردمای ترکمن ما
افغانای ما که میان اونا باز در قسمت زبان بسیار کم مشکل می داشته باشن چون بسیار هم خانی داشته باشین. اسم شما؟ اسم نیاز محمد است. نیاز محمد جان چیه پاس؟ آرامی هستش. چطور از زندگی در زیتون برنو؟ زندگی بسیار خوب است مگر دل انسان تنگ شده و یک جای رفتن نمیتونه بیرون رفتن نمیتونه. 2 سال شد چیز نداده. بعد 2 سال شد 2015 بود. 2015 آمدیم. باش تو نرفتین تو؟ چرا نرفتین؟ یک اقتصاد فامیلی ما کمزور است به خاطر من اینجا کار میکنم در فامیل کجا است؟ فامیل در پاکستان. در اینجا خود زیتون برنو کار میکنین؟ که ترکا هستین یا که افغانا کن؟ باز مشکل خب براتون جور نمیکنه؟ نه مشکل جور نمیشه. ترکی را میاد دارین دیگه؟ ترکی را خوب دیگه. چطور از ترکیه را خوش دارین یا نه؟ ترکیه خوب است. اصلا فلان چیز بیته. بس خانواده‌ام رفته بیه. 10 سال است نیدین؟ نه. چند ساله بودین که آمدید؟ من 18 ساله بودم. 18 سال. نام خدا. طبعا جوان از مازن هیچ 28 خویش ما فکر کنم 20 ساله شاید باشند برادر ما. نام خدا. نام خب به امید موفقیت تان. بسیار خوش شدم من که دیدم تانم. بسیار خوشی و سلامتی تان آرزوی ما. در اینجا بیخی بود. فقط بیشتر شما ما زنده باشین. خوش شدم من که خوش شدین. بخیر باشین. زنده نگان تشکر. زنده باشین. میگردیم ما میبینیم باز یک رستوران میایم میشینیم نانم میخوریم. بخیر. زنده باشین. خوش شدم من. سلامت باشین. زنده باشین. چطور هستین؟ خیر نامتون رو بگین چیه پس؟ نام حبیب است. حبیب جان. تخار. ما چند دوست تخاری دارم. چند سال است که هستین اینجا؟ ببینیم چه سال میشه. ببینیم 3 سال. چطور از باز ترکیه یاد گرفتین نگرفتین؟ ترکیه خوب است بالاخره مشکلات خود حل میگیریم. دمی زیتون برنو زندگی میکنید؟ ولی آدم فامیلا هست یا تنها؟ نه فامیل افغانستان است اینجا. زندگی خوب میگذره. زندگی خوب است بعد نیست دیگه. کار زندگی است. کار میکنیم خوش باشین. زنده باشین. وقتی تا نمیر زنده باشین. خیر باشین. نام یوتیوب ما براتون نوشته کنم. هموطنان عزیز گشتیم دیگه چیز نیافتیم دیگه. افغانای ما پس آمدیم شیشتیم که افغانای ما گفتن که متاسفانه وضعیت مهاجرین و خصوص افغانای ما در زیتون برنو بسیار خراب است به خاطر پلیسا و به خاطر می گرفتن که هست دیگه. باز ما پس آمدیم دیم پولی هموطنای ما گفتیم بشینیم قصه کنیم. یعنی نیم ساعت وارد شد قصه میکنیم قصه بسیار شیرین. باز دوست ما آمد صدیق جان افغان بیشتر قصه کردیم ولی چند قصه بسیار جالب بر ما کرد. گفتم باش خیمه ریکارد کنم که یادگاری با اون قصه ما. گفتی که رفتی آرام سید خاندان آرام سید رفتن کنسرت آرام سید کجا بود؟ طرف آی سلطان آی حالش قوم قلمه دمی استانبول. هم استانبول لتسه مورا بایشا قصد ما گفتم بلت بایشا نمیخوایم من نمیتونم ما نمیتونم هیچ تکت هست نگرفت. خدا معرفی کردی؟ آرام سید تکت نگرفت هست. دوستایش هم اشتاختی؟ دوست شد شوارش هم اشناختی؟ شوار حسیب هم میشد. حسیب است نه؟ حسیب است. زنجشی دام کردن آقای شپیدویده. میشناختی شد؟ اول دو بیای قدر گفت 1000 گم برد. یک قدر نمیدونم گفتم سر بدن پرسش نایب آمد پرسش نایبانی در پاستا چیه مخیره ما یه بلیت سودار میکنم چرا یک قدر با کنسول صاحب اینا پیسه شما میتونم کنسول افغانستان به اینجا پیسه شما میتونم آمد پیسه آنر سعید پشتو بود ساعت تیر شد نشد خواندنش خوب بود کلام خواندن چجا خوش داری؟ ساعت بلندش ساعت برندش بازی کردم بازی هم کردی بازی آنر سعید بیت آنر سعید آرون سعید بر ما چند داد؟ آنر سعید ایتون کردم شما کردم لو يقدر يقدر تو قدر بيشش بدل
آرزو سعید دفنه شامد اتشا پرما شامد بالا بالا بود خب نفرای آرزو سعید آمد بودیگاردایش تو را بالا برد پیش آرزو سعید بردید آرزو سعید بود آرزو سعید گفتم سلام آرزو سعید شما دوستارم خانه دوستارم گفتم سلام دادم دیگه اش گفتم او بتنگم برام این دواره ما گفتم صدا کافانه اون نصر انداختم پیش آرزو سعید تعریف کردم آرزو سعید پسند ما خلاص مار صداقت سلایت کرد بالا sponsor صداقت موتر صداقت مار سیر صداقت آرزو سعید من برگم سکرم $100 میشه $100 که مارا گفت آریان دیگه طرف من نام بخورد $100 طرف من نام خرابات پیدا کردید عجب نوایی کجا رفت گفتم ایش آریان سعید رفتم گفتم $100 داد گفتم آریان سعید چی میگه خودم امریکا رفته آلمان رفته و دیبا کلش دیده از امریکا آلمان کانادا فرانسه ایتالیا امریکا کلش دیده دیگه کی دیدی شما اشرفنی نیده باشی نه اشرفنی آره دریا را دیدم خب فراد دریا آره دریا را کجا دیدم تقسیم دیدم تقسیم خوب سر کرده تقسیم زیاد مرا بریم تک شبانه کنن دعوت کنیم به کجا؟ رستوران است؟ نه رستوران نیست سرک است؟ جاده خوب سیتا خوب جاییست دوستای عزیز ما دیگه کت نیاز جان و سید جان و سلیم جان آمدیم ما یک جای گفتن نشانت میتیم دمی زیتون بونو بسیار جای خوب است اینجا باز یک دکانه که زیورات فروشی را پیدا کردیم از افغانای خود ما کجا هست صاحبش؟ همین است سلام علیکم خوب هستین؟ شاید مبارک یا پاس میبخشین تا یک دمی آمدیم دیگه شما صاحبش هستین؟ چطور است؟ چطور میگذره زندگی؟ چطور از بزنس چطور است؟ چند سال است که هستین در زیتون بونو؟ 28 سال او نام خدا یک گم است که شما اینجا زندگی میکنین تا چی دارین دیگه اینجا چی دارین چی چیزا هست اینجا چیزایی که زیورات یا از دیگه بسته کرده بودین خو نماز رفته بودین نام خدا مشکل خونه است که در کمره باشین چون دکان ما را خود دکان شما میتونیم صحیح است چی هست این سنگا چی هست این انگشترها که استفاده میکنین شما این چی هست یا انگشترهای سنگ فیروزه است حقیقت اصلی هستن باش بله جنسای توشتی اینا بیشتر از کجا میایین شما از اینجا میخرین جور میکنین یا شما از اینجا از خود ترکیه خب از ترکیه هم جور میکنین ترکیه فعلا همه چیز داره همه چیز جور میکنه شما اینجا پیدا کنید با شما تو کارگو و چیزام دارین با اروپا و اینجا چون زیاد مردم ها ما ایرم چی میکنم دوستا اگه میخواستیم بیاین بخصوص از اروپا و اینجا زیاد علاقمند از چیزا هستن هموطنای ما که انگشترها میگیرن و چیزا این ترکیه اگه آمدین در زیتون برنوسته نام اینجا بازار چی هستن کارتتون بخیدمی یوتیوب مندازم بازون دوستایی که علاقمند هستن از اروپا و اینجا میشه که زنگ بزنین حتی گفتن که خدمات کارگو ایجا هم دارن بسیار خوش شدیم خیر باشین زنده باشین بسیار تشکر نیاز جان این اگه متن دیگرم دیم خوب بزنس ها جور کردن اینجا افغانای ما این دکانه چی بالای افغانی نه اینا هم افغانی ما مرحبا سلام خوب هستین تنجور چیه پاس ما دو دله سلام دادیم که گفتم باش ترک نباشید کالای مقبول اینم باشین که دوستا رو نشان میدیم بسیار کالای افغانی مقبول اسمتون چیه؟ حاجی الیاس حاجی الیاس حاجی صاحب عزیز چند سال است که اینجا هستین در ترکیه؟ سال 89 تقریبا 39 سال 39 سال
از افغانستان آمدین؟ از افغانستان آمدیم پاکستان میشم. نام خدا چطور باز نرفتین پیش اروپا؟ اونجا را دیدم من خوشم نامد. خب رفتین خوشتان نامد. کجا رفتین در اروپا؟ رفتم هالند اونجا باجه در هالند رفتین. خوب نبود. پس همینجا آمدین. نه من نرفتم قطع کوچ خود نرفتم. خب چکری رفتین؟ چکری را اونجا باجه ما. باجه اونجاست. اونجا یک رفتم یک ما کشتم دیدم نه خوشم نشد. باز افغانستان میرین؟ افغانستان رفت آمد دارین؟ بدون اونجا این طرف آسیا هر طرف ری هم هندستان بنگلادش از اونجا که خوب است. از اروپا که بنگلادش و بنگلادش برو اونجا احترام میکنه. مردم اروپا سگ وارست. چی میگن؟ اگر نه مردم میگن که در اروپا انسانیت است، احترام است. انسانیت کدام؟ اینمی علی قطع مقاوی سعید برو در آلمان شرق برو در رستوران نمیمانه. یعنی چی میگنش نجات پرست هستن؟ نجات پرست هستن. سلام برای یک ساله داره؟ ببینیم نام خدا خوب بزنس شانه بسیار خوش شدم من. نام دکانتان چی است؟ شاهجان. شاهجان بوتیک. یعنی دوستا اگه میخواستین کالای افغانی چیز بگیرین از اروپا و اینجا نه شما نمیگیرم، من خودم هستم. اگه میخواین باز دیگه اون کالا اجزا از اروپا کار داشتین شاهجان بوتیک در خدمتتان است. بسیار خوش شدم حاجی صاحب. با امید دیدار موفق باشین. نام خدا چقدر خوب خوب چیزا هست. همه چیز هست. یعنی تو چیزی که بخواین اینجا هست. اینجا از افغانای ماست فکر کنم. سلیم جا بیا که بریم فشکانه. یک دفعه ما آمده بودم رایش کدام اوسون سرک است نه؟ اوسون سرک باید پیشه خوب؟ مرموره که است چی میگه؟ قارشی یعنی طرف اروپایی چی میگه؟ یا این طرف آنادولو میره نه؟ از زیر او میره؟ از زیر او میره طرف اروپا همو کشتی است کشتی میگم همو چی است؟ ترین است ترین است یا ریل خوب لوکس چی جور کردن نه؟ امی اسکوهای های خود امی چیزای ترانسپورتیشن های شهری را بسیار خوب مجهز جور کردن به استانداردهای اروپا. اینجا نمی آمد اینجا نبود. همه چیز چک منظره سینه دوستا. فشکانه در فشکانه ما تو جایی که ما یک دفعه که رفته بودم میمان بودیم ما در یک رستوران به غذا خوردن رفته بودیم. اونجا چی چیز خاص هست؟ شما رفتین اینجا خود نزدیک منطقه تان است. گشتن کدام چیز خاص خونه است؟ کدام نهاد دولتی باشه یا کدام؟ خاص نیست. کافه زیاد است مقصد. کافه و رستوران. بله. خوب. ما فکر رفته بودیم فقط به خاطر رستوران ولی زیاد نگشته. مالک شما نامش گرفتین یادم اومد. یعنی می مرمرایشان است که از زیر پل باسفورس تیر میشه، از زیر آب میره طرف آسیایی به صورت بسیار زیاد. چی آوردی؟ انرژی داد بال خود میگه نقص میکنه بسیار باز. تشکر از این خدا هم یک چیزی که من در افغانای ما زیاد دوست دارم میمان نوازیشان است. این دوستا بسیار جای آرام، جای چوپا چوپی. یعنی کسایی که میاین از اروپا اینجا، کسی که میخواد آرامش پیدا کنه با جای تقسیم و از جای گدودی از جای بین اینجا بسیار جای خوب است. تو هم هستن خدایم تو که من راهنمایی میکنه شما رو هم راهنمایی میکنن. بخیر اینجا هم فکر کنم که رایشی است. رایشی از عربا میشه اینجا دیگه زیاد میگن قیمت هسته. عربا و یا زیاد زندگی میکنن اینجا. خدا که زمین ها که هستن بله به نام آیدات میگه. به نام آیدات میگه که در اینجا دمی ستکی میشه. بله پیسه پاکاری و چیزا کلا ایناش که هستن ماهانه تا 30,000 تا 50,000 میرسه. چیز کم یعنی نزدیک به 800 900 یورو تنها پیسه پاکاری از این است بدون کرا. بدون کرا پارک میگه چیز دیگه میگه مختلف فرق داره. یعنی هر چیز مربوطش میشه. خب باز خوب جای لوکس هم است. قسمه که گفتین فکر کنم مربا و یا زیاد اینجا هست. رستوران های بسیار لوکس است. ما که اومده بودم تقریبا 2 سال پیش بود.
ما جمپر رو بگی استایلم خراب میشه. همین گفتم ستاربکس هم یالا اومد. باشین که پیش میریم دیگم که دیگه چی هست اینجا؟ برادر من در سوئیس هستم. خب برادرتون در سوئیس هست؟ در سوئیس هستم. خب درس میخوان. خب تیر میشی موسو. خب گفتیم برادرتون در سوئیس هست. باز اف گرفته فعلا در مکتب است. قبولی اف میگه. قبولی بیل بگیر من میام در ترکیه میگم. وام میگم من میام ترکیه زندگی میکنم. خونه ما را پیدا میکنم. کدام احساس خاص ندارم. هر جایی که من میبینم میفهم که از من نیست. یک احساسه که خب از خودشان. توگ این موتر توگ نمایندگیش اولین کمپانی موتر ترکیه است که موترهای برقی ترکیه را صادر میکنه. باز میخوریم قوار حالو میخوریم. نه میاله میخوریم دیگه باز میریم قواره میگیریم دوره میکنیم. Merhabalar. Ben kullayım alayım orta. Arkadaş ekstra olabilir. Peki. Sütlaç olsun. Sütlaç. Tutarım kolay mı girelim? Bir tane daha kolay mı olacak? Evet. Bak şuradan çekebiliriz. Ne kadar geldi? Starbucks mi kolaymış بسیار خوب است ها. دیگه اینا کلای می خود گرفتیم. بسیار تشکر. سلیم جان انگار بگو من بسیار خوب پشتو یاد دارم. پشتو من یاد دارم. گپ دیگه کم گپ دیگه که ببینیم چه قسم گپ میزنیم. صورت های هم تا پشتو که زب خبر بود. نام خدا پختون قندری پختو خبری که چی استاد می‌باشید. دوستای عزیز ما یک جایی که بسیار مقبول آمدیم که موزیم وارز همه چیز داره. دوستا هنوز هم که ما از خیلی بینن بسیار انسانیت کردن. جای قدیمی است کنم بلدنگ قدیمی. اینجا عکس میگیریم ما. بیخی سیس اینجا میشه که عکس هم بگیریم. بله آقا. دم ساختمان ساقه است. که معلومات نکنیم چون در پلانم نبوده درباره از معلومات نکنیم. در نورمالی اگه نه بسیار خوب جایی کنید عکس چند قطعه باز میگیریم یادگاری باشه بیخی سیسن باش که من اینجا ایربانم که یادمون نره باز سپرتی میشه که شنیدیم خب من بهار خوبیش هست اما اگه میگی پامیر خوبیش هست رفتی خود تو اینجا زندگی کنی پرتو شانس تا پرتو باش که پیسه من اندازه پیسه من اینه شیر و خط از دیگه یک روپایی ای هست بهار شیر اگه باشه عکس تو شیر است که چی باشه پامیر است پامیر برو از ما خونه اگه شیر که آمد و خط آمدی برلند بونش خط هستی نمی میریم بهار رستوران دیگهش نامش چی بود؟ پامیر هم شنیدیم میگن پامیر کباب خوبش داره اینجا بهار باشین که بر شما میگیم ما شیر خط انداختیم نام شما برآمده میم بهار رستوران باشین که بیشنیم گفتیم که سرم هست ویدیوشان آمد منیوشان براتون نشان بدم لوچشتره و مانته انواع قابلی و منتو هم است برای فوق لدونان قابلیشان از قابلی پلو 420 لیره ماهیچه پلو از 500 لیره منتو از 420 کوبیده پلو از 420 انواع گوشت اینا است که داشی گوسفندی کرایی گوسفندی بسیار قیمت‌های خوبم داره قیمت‌هایش هم خوب از بد نیست هر چیز دیگه از غذای افغانی دوستا همه چیز دیگه است تکه کباب است کباب شامی کباب سینه مرغ است نه کباب بال مرغ آدانا کباب غذای ترکیه هم داره
هر چیز داره، نوشابه بابشان است. این شیریخ اصل چیز شیریخ داره نه؟ نه شیریخ دول هم پرسون سیسه خوب است هم خدا چی بخیر سلام خوب هستین در مخارج هم هستیم سیس ولی مو احساس وطن است نه افغانای ما که بره نه همین کشور صمیمیت و چیش احساس یا وطن پیدا میکنی هر جایی که افغانی ما در اینجا بودیم یک سال میشه کوچ کردیم دل آدم در اونجا میباشه که زوج انتقال میکنه اگر نه 8 سال در زیتون بونو تا 8 سال یخچال دیگه گرفته بود هر وقت دروازه شواز میکنم یاد صمیمیت دانم بودم که کوبلیه کباب تکه اونجا دو پیازه دیگه سوپ ما را خلاص کردیم چای هم خواستیم دیگه بی چای خونه میشه همچنان براتون کوتاه در قسمت تاریخچه زیتون بونو معلومات بتم که زیتون بونو یکی از امو منطقه قدیمی استانبول است که قدامتش میرسه به دوره بیزانس و بعد از اونا امپراتوری عثمانی‌ها. در گذشته این منطقه بیشتر یک سایه کشاورزی و باغداری بود و مردم آن زمان هم مخصوصا زیتون میکاشتند. نام زیتون بورنو هم امی قسم از دو کلمه گرفته شده از زیتون و بورنو. زیتون به معنای امو درخت و میوه زیتون است و بورنو به معنای ده و منطقه که کنار آب باشه، کنار ساحل. و مو خاطر زیتون بورنو وقتی که یک جای میشه به معنای این میشه که یک منطقه یا یک قریه که پالوی آب است و بسیار درخت های زیتون را در خود جا داده. دوستای عزیز، هموطنای عزیز، نان ما خلاص شد. این چای خودم خوردیم ما، چای وطنی، چای سبز. اینجا دوست ما، سلام خوب هستین؟ ستان خوب؟ بخیر هستین؟ چی گفت؟ زنده باشین. نه در تاس رستوران شما برنده شد. اگر نه دوست ما مار دیگه جای میبود. ما خوشحال بودیم. طبعا. اسمتان؟ جاوید آریان. جاوید آریان. آریان صاحب مربوط خودتان میشه اینجا؟ نه. فعلا مربوط چند تا خانه ما میشه، تقریبا یک ما میشه استفاده گرفتن. دیگه تنها همین بحث مدیریتی یا پشت مربوط شما میشه. یک ماه گفتین نواز شده است. نه این تقریبا 4 سال میشه. 4 سال میشه. تازه همین چند روز صاحبای نوشته. خب دمی آخرا بسیار خوب نامم کشته. من نامش واقعا شوندیم که نان خوب نام خدا مزدار مستم و وطن. چند سال است که شما اینجا هستین در ترکیه؟ من تقریبا 15 سال. بسیار تشکر. واقعا ساعت ماتی شد. زنده باشین. انشالله که بارها بیاییم با دوستا. خوش شدیم. زنده باشین. بخیر باشین. بیاین دوستا. میریم آستای سرگه که دوستای دیگه ما خداحافظی میکنیم. باز میریم طرف خانه. خو معرفی کردیم دیگه. در اولم یعنی تا آخر که ما بودن تا دقیقه 90 نام خدایشان که اول پیش کامل هیجان بدیم ولی طرف حالا دیگه عادی شد. رفیقای ما دیگه نام خدایشان تو ازبکی گپ میزنن. باز من یک چیز بسیار جالبه که من زیاد خوشم آمد. فرق نمیکنه کدام قوم باشه ولی زبانا رو چیز کم کل زبانای افغانستان ما رو یاد دارن. بیرباره که زیتون بورنو هیچ خلاص نمیشه. همیال دو شب است چیز کم بیربارش هم متاسف. بیربارش مردم است، رستورانتایش واز است، دکانایش بیشترش واز است. این بیربار هم متاسف دیگه تا صبح است. یک دوغ هم بخورم چطور؟ نه دیگه بیخی زیاد میشه. باشین که دوغ گفتن بگیریم. دوغ ترکیه است دیگه. دوغ ترکیه. رستوران ترکیه است. زیاد تعریف کردن، گفتن که دوغ بسیار خوبش داره. در میسات زیتون بورنو البته. دیگه این دوغا رو میارن. این تکنولوژیا. باشین که من بایک ما بگیرم. این خدا خوب. دوغ بای چپانشه. دوغ باشین که ببینم چطور است. نه دیگه هم تو میخوریم میشه. اوه خوبش است. خوبش است. و دوغ دیگه شور است. خوب شور می باشه دیگه. ما مدت کردیم به دوغ اینه. هر شب یک گلاس نخوریم.
میلا میخوام دایرکت خواب میگیرم. خوب اونه همین نایت لایف اینجا خوب است نه؟ کجا است؟ اینجاست؟ به نام عدلیه میدان میگه. در هر جشن در هر چیز اونو قسمت اینجا شروع میشه. علم یک گلره دی. یعنی اینجا یک محفل ورکم چیز دارن خیمه‌های خود زدن جشنیاره اینیا هم عدلیه‌شان است. خوب قیمقام نکشان است. همون جای دولتی که سندا و یا ثبت میشه. نام خدا لطف کردن، همکاری کردن، کمک کردن، شیشتیم، خیستیم، راهنمایی کردن. بسیار دیگه ساعت مدیر شد. دیگه یک جای گشتیم، دکانای هموطنا رو دیدیم، بزنس هایشان دیدیم. دیگه نام خدا کسایی که از وقت آمدن طبعا بسیار خوب بزنس ها جور کردن. کسایی که 30 سال، 25 سال، 20 سال پیش آمدن بسیار خوب بزنس ها جور کردن. گشتیمونه بزنس هایشان که شما یک جای دیدیم بسیار ساعت مدیر شد. از لطف و مهربانی هموطنا خو هیچ گفتن نمیتونیم، به حد زیاد لطف کرد. به خودم اگه براتون بگم زیتون برنو بهترین جای است. بخصوص به افغانای ما که از اروپا میان، کسایی که دق میارن در اینجا در استانبول، بهترین جایشان زیتون برنو است. نان بگوین است، دکان اگه بگوین، لباس فروشی، میوه خوش فروشی، جواهرات حتی اینجا هستن. اونا که دیدین دکانای شقالین همه چیز اینجا هستن. غذا دیگه اصلا من یک روز که اینجا بودم حس بیگانگی اصلا نکردم و چیزای منفی که درباره زیتون برنو شنیده بودیم اصلا حقیقت نداشت. سلیم جان کاملا در خدمتت. دیگه نام خدا باز سر به خبر گرفته. بسیار خوش شدیم نام خدا. زیاد قصه کیمی رابطه دیگه انشالله که ادامه داره. اصلا خرد نمیکنیمش فقط به زیتون برنو هستیم ما در خدمت فتان از مهربانی از مهمان نوازیتان دیگه. نه لالای ما نیاز جان دیگه بسیار زحمت کشید. نام خدایش کاملا در خدمتت. اگر کدام پیام داری به دوستا به هموطنا که در خارج هستن در ترکیه هستن، هر پیام داری در خدمت. والا پیام که ندارم، هر جایی که باشم وطن دارم از سلامت زنده باشم دیگه. با شما یک جای، با شما یک جای. بسیار تشکر نیاز جان از خودتان. و این ملاقات دیگه انشالله. فرمان لالای مسکرای در خدمت. لالای آخر ما دیگه که بسیار یام انسانیت کرد. اینجا کل ما مسافر هستیم. می خلق نیکتان به من یک دنیا ارزش داره دیگه. هر افغان خدا که میبینم من خوش میشم، سرشون افتخار میکنم و 100% رابطه ما ادامه داره. هستیم باز میایم پیشتان، شما بیاین پیش ما دیگه. این شماره و یارا میتیم هستیم بخیر. من بسیار خوش شدم. هر گفتنی آخر که دارین ما در خدمت. گفتنی دارم همین بیرای من اجازه و یک بیبیسی نشوام میرنده دو خمر کاس کرده خدمت سلایت ندی پرتلیت میور دارم جان. سعیز دوستای قاتل شما نخواه درست هر قلب در فکر فاجه شد. هر قلب قاتل خدا دوست داره. این شعر ما است. دوستای عزیز ویدیو ما در اینجا به پایان میرسه. بسیار تشکر از شما که همراهی ما کردین، همراهی ما بودین تا آخرین لحظه. بسیار برنامه جالب بود، کمدی هم بود، آموزشی هم بود. کوشش کردیم که در نگاه برنامه یعنی هر چیز در خود داشته باشه دیگه. انشالله که خوشتان آمده باشه. دوستا هم رفتن دیگه. ما هم گفتم که از شما خداحافظی بگیرم و آسایش تمام روانه خانه شوم چون تقریبا نزدیک 11 بجه شب است دیگه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار، تا امید دیدار.